زمانی که خبر رهبری مجتبی خامنه‌ای سید مجتبی خامنه‌ای اعلام شد، ایران یکی از سنگین‌ترین روزهای حملات خودش رو داشته. من برای شما میخونم: 2:05 تا 3:20 اینا همش متعلق به در واقع صبح امروز دوشنبه است. حالا برای کسایی که به سه شنبه رسیدن دیگه میشه در واقع روز گذشته. 2:05 تا 3:26 موج سیوم آغاز شد. از 2 نوع خرمشهر استفاده شد و هم از خرمشهر استفاده شد، هم پهپاد، هم فتا، و مقصدش هم اسرائیل و تل‌آویو بود. 4:40 موج بعدی برق تل‌آویو کلا رفت و ایران نیروگاه زد، مرکز انرژی زد و پالایشگاه زد. ساعت 4 انفجار مهیب در بحرین و کویت. در بحرین مخزن نفت شلیک شد که فیلم‌هاش هم بیرون اومده. 5:47 موج جدید به تل‌آویو، حمله پهپادی به اربیل توسط نیروهای مقاومت عراق. 9:40 انفجار شدید در امارات. ساعت 10 ایران و حزب الله همزمان به اسرائیل حمله کردند. پالایشگاه بابکو رو در بحرین زدن. ساعت 11 انفجاری در بلژیک مقابل کنیسه اتفاق افتاد که واضح نیست که حالا به ایران مربوط باشه یا خیر. 11:05 انفجارهای پی در پی در بحرین و ابوظبی. 11:38 تمام دوربین‌های امنیتی قدس توسط گروه سایبری حنظله هک شد. قدس یعنی اورشلیم. 12:02 اصابت موشک‌ها به شمال و جنوب اسرائیل. 11:45 تا 12:45 4 موج موشکی به اسرائیل با انفجارهای مهیب در تل‌آویو. 13:50 ارتش ایران بیانیه داد که با پهپاد اردوگاه العدیره کویت رو زد که آمریکایی‌ها درش حضور داشتن و رادار 512 آمریکا در خاک اسرائیل رو زد. این ارتش اعلام کرد که این حملات در پاسخی و به یاد جنایت آمریکا درباره ناو دنا بوده. ساعت 10 به 4 بعد از ظهر یک گروه تروریستی شمال غرب کردستان داخل خاک ایران شد و نیروهای ایرانی اون رو زدن و منهدم کردن. ساعت 4 بعد از ظهر حمله به آمریکایی ها در جفیر بحرین و العدید قطر که نظامی های آمریکا درش مستقر بودند. 6.5 موج 32 که فقط از موشک خرمشهر استفاده شد و استفاده از موشک خرمشهر نشون میده که ایران به این سطح از اعتماد به نفس رسیده که موشک‌های تقریبا گران قیمتش رو به نسبت حالا ایران دیگه، ایران موشک گران قیمتش هم معادل 1/50 قیمت موشک‌های اونهاست، ولی موشک‌های به نسبت گران قیمتش مثل خرمشهر رو الان بالاخره از دکور بیرون آورده و داره استفاده میکنه. برای همین خیالش راحته که توان پدافندی و توان ضد هوایی های آمریکا و اسرائیل به شدت پایین اومده و بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا اومد که ما سرزمین های اشغالی رو آژیر به آژیر امروز کردیم، یعنی از یک آژیر که تموم میشد بلافاصله آژیر بعدی شروع میشد و در پایان هم تا اونجایی که من خبر داشتم آخرین موج حمله ایران هم 1:08 بود که باعث انفجارهای مهیب در تل‌آویو شد. امروز همینطور در تهران جشن وسیعی بود و برای انتخاب به قول معروف سید مجتبی خامنه‌ای مردم به خیابان آمدند.